سلام، من جلال هستم. امروز با مریم میخوام چند حرکت کششی رو برای عضله بالا برنده لگن یا هیپ فلکسور انجام بدیم. هیپ فلکسور عضله بسیار بسیار مهمیه توی پایین تنمون و اگر که اون به اصطلاح کشش خوب و انعطاف خوبی نداشته باشیم باعث به هم خوردن در واقع گودی کمر میشه. یه ناراحتی یا یه بیماری به نام anterior pelvic tilt، یعنی در واقع کج شدگی، انحنای بیش از حد گودی کمر که خودش تبدیل میشه به یه سری مسائلی مثل اینکه گودی کمر زیادتر از حد معمول میشه و اون حالت در واقع گرفتن شوک یا قدرت حمل و اینا رو از همون میگیره و میتونه دردناک بشه، میتونه به دردهای دیسکی منجر بشه. برای اینکه این اتفاق نیفته ما باید این عضله‌مون رو متقارن نگه داریم همزمان با عضله پشت پامون، جفتشون به یه فلکسیبیلیتی مناسب برسن تا این فشار و کشش زیاد از بدنمون به اصطلاح خارج بشه. بعضی از ورزش‌ها میتونه این عضله بیش از حد قوی و بیش از حد سفتش کنه، مثل عضلاتی که ورزشی که بدنسازا میکنن یا فوتبالیست‌ها انجام میدن. بعد از مدتی این عضلات به شدت سفت و کوتاه میشه و باعث این ناراحتی کمر میشه. حالا از حرکت‌های خیلی اولیه شروع می‌کنیم با مریم. اولی حرکت رو برای کسایی که تازه شروع کردن و بالانس خوبی ندارن بهتره که از یه صندلی استفاده کنن و با اون صندلی بالانس خودشون رو کنترل کنن و شروع کنن به این حرکت. انجام بدیم مریم. فقط کافیه که پای پشتی رو یه مقدار صافت‌تر نگه داریم و آروم آروم اینجا زانو رو خم کنیم بالا پایین. الان داره قسمت فلکسور، هیپ فلکسورا کاملا استرچ میشه. 20 تا این حرکت رو انجام میدیم. این عضله تنها عضله‌ای است از پایین تنمون که چسبیده به مهره‌های کمر، مهره‌های L1 تا L5 چسبیده به عضلات هیپ فلکسور، عضلات سواست، عضلاتی هستند که در واقع به تک تک مهره‌های لور بکمون چسبیدن و در حال کشیدن این مهره‌ها به سمت خودشون. حالا مجسم کنید که این عضلات خیلی خشکن، خیلی سفتن و چجوری میتونن به گودی کمرمون آسیب برسونن. پس این حرکت‌ها، این ورزش بسیار بسیار ورزش مهمیه برای قسمت پایین تنمون. خب این حرکت بیسیک رو تمام کردیم. حرکت بعدی رو میتونید روی زمین انجام بدیم. میتونید از یه حوله یا یه سری نرم استفاده کنیم. کافی زانومون رو بزنیم زیر اون و به این حالت بشینیم. آروم بدنمون رو به سمت جلو متمایل کنیم. آفرین. وقتی که به سمت جلو میریم نفس میکشیم، بالا نفس تخلیه میکنیم. تا این حرکت رو انجام میدیم. پا رو عوض میکنیم، یکی پامون رو استرچ میکنیم. آفرین. مهره‌های کمر صاف. خب بعد از اینکه این حرکت تموم کردیم میریم یه مقدار فشار بیشتری رو، کشش بیشتری رو روی عضله هیپ فلکسور بیاریم. پای پشتیمون رو صاف نگه می‌داریم، پای جلو رو خم میشینیم در واقع روی پای جلو. از پشت ساق پامون رو میگیریم به سمت بالا میکشیم، بدنمون رو به جلو قرار میدیم. الان یه استرچ خیلی خیلی خوبی داره روی عضلات هیپ فلکسور انجام میشه. عالیه. حرکت رو عوض میکنیم. بکش به سمت خوره، پا میتونیم بکشیم برای کمر صاف نگه میداریم و برای چند ثانیه 15 ثانیه 10-15 ثانیه میتونیم حرکت رو نگه داریم.
حرکت بعدیمون برای اونایی که یه مقداری بدنشون در واقع انعطاف پذیرتره میتونن این حرکت رو انجام بدن. کافیه پنجه‌ها رو بزنن روی پله یا یه صندلی و حرکت راند رو انجام بدیم. زانو رو پشت پاشنه ها قرار میدیم، به سمت جلو نمیریم، به سمت بالا و پایین قرار حرکت میکنیم. بالا نفس تخلیه میکنیم، پایین نفس میدیم. این حرکت هم 20 تا انجام میدیم. حرکت بعدی با همون پای بعدی رو انجام بدیم. پای یه ذره جلوتر بشه، پای کمرسا بعد از اینکه این حرکت رو انجام دادیم، یه حرکت دیگه هست که اینو یه مقدار در اون توصیه میکنم که فلکسیبیلیتی بالاتری داره. روی شکم میکاویم انجام بدیم. حالا از پشت پاها رو میگیریم و به سمت بالا. حالا بالا تنه خیلی مهم نیست که بالا بکشیم، ولی پایین تنه رو سعی میکنه که به سمت بالا بکشه. اگه کسی بتونه، اگه کمک کننده داریم، میتونید فقط این کار باعث میشه که اون عضلات یه مقداری کشش بیشتر پیدا کنن. عرض کردم این حرکت، این دو تا حرکت آخری که انجام دادیم برای اونایی که یه مقدار فلکسیبیلیتی بالاتری دارن. مرسی این ویدیو رو نگاه کردین. همونطور که گفتم بیشتر کمردردها یا به علتش کوتاهی و عدم انعطاف عضلات پامون مثل عضلات لگن، عضلات پشت ران یا عضلات جلوی ران. این عضلات وقتی که سفت باشن به علت اینکه چسبیدن به مهره‌های کمرمون یا به لگنمون، همیشه اونجا رو توی استرس فشار قرار میدن. اگر هم که خودشون باعث کمردرد نشن، که میشن قطعا، چون همیشه اونجا تو فشاره، باعث میشن که این دردها مدت طولانی تو بدنمون بمونه. حتی یه موومنت کوتاه، بعضی وقتا یه دولا شدن، حتی به اندازه یه کشو رو باز کردن، منجر به یه عارضه دیسکی میشه. این عارضه به خاطر اون موومنت کوچیک نیست، این عارضه به خاطر اینکه مدت‌های طولانی ما کمرمون تو استرس بوده، همیشه اونجا فشار رو حس کردیم، همیشه خسته بوده کمرمون به خاطر فشار، این فشاری که ممکنه تا سالها تو بدنمون بوده باشه و منتظر یه اشتباه کوچیک یا یه در واقع موومنت اشتباهی که اون در واقع مثل یه لیوان آبی میمونه که دفعه پر بشه و یه ناراحتی بزرگی به وجود بیاره. اونایی که این ناراحتی ها رو اگه ندارین، خواهش میکنم که این به اصطلاح ورزش ها رو حتما انجام بدین برای اینکه جلوگیری بشه از کمردرد و بتونین ورزش های دیگه رو انجام بدین. اگر که کمردرد دارین، برنامه یوتیوب به اصطلاح چنل بعدیمون رو نگاه کنین، چون که راجع به تکنیک‌های جدید و مدرنیه، تکنیک‌های PNF، چجوری ما این مشکلات رو حل کنیم، چجوری بدنمون رو استرچ کنیم، عضلاتمون رو در واقع فلکسیبیلیتیشون رو بالاتر ببریم بدون اینکه آسیب بیشتری به دیسکمون یا به ناراحتی اولمون اضافه کنیم. باز تشکر میکنم از اینکه این ویدیو رو نگاه کردین. اگر که استفاده کردین، خواهش میکنم که سابسکرایب کنین، با دوستانتون شیر کنین و ویدیو بعدیمون هفته بعد از دست ندین. ممنون. خداحافظ.